دزانو هستم و خوش اومد به این ویدیو جدید. اومدیم که امروز با مراحل کلا دوچرخه سواری در GTA سن اندریاس کلا خداحافظی کنیم و تمامش کنیم. فقط اینو بگم که حتما کامنت بزنید، برام لایک کنید، بنده رو سابسکرایب کنید تا بتونم ویدیو بهتری براتون بذارم. و همین، بریم سراغ ویدیو. Let's go. خب همینطور که میبینید یه دوچرخه بالا این کوه هستش که میشه اینجا. شما اینو بعد یه پیغام میاد، شما این پیغامو این میگه برای مسابقه اینا فعلا نمیتونید چون مهارت دوچرخه سواریتون پایینه. شما باید برید 3 بار یه پیام میاد و اگه سر اون 3 بار اون پیام اومد برید بالای کوه و مسابقه رو که فکر کنم 2 تا یا 3 تاست رو تموم کنید. بعد ویدیو بعد اینجا 2 تا جای دیگه هم هست که اونا هم بهتون نشون میدم. فعلا از اینجا بریم. این موتورم بود که باش اومده بودم بالا. اینجا رو کلا هیچی نمیگم، از اینجا بعد یا که پلی میشه.
اینجا تصور کردم که فکر کردم مسابقه شروع شده، بعد 3 بار این دوچرخه شدم دیدم 3 بار نشده که. برو دیگه مادر قم. برو برو برو. اینجا یکم بچرخم ببینم چی میشه. چتر نجات هم برداریم. آروم 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 آروم. آقا نیفت دیگه بیشرم. الان دوچرخم کو؟ نه همینجاست. چرا رفتی با توی سایه نشون نمیده که موهای بنده فره؟ ببینم چرا کردم نشون نمیده. گفتم $300 هزینه کردم به خاطر این دیگه. حاجی این تا سومیه بیاد بنده از وسط وا شدم که چون نمیاد پیغامش. بیاد که بابا قرآن خسته شدم. اینجا راسته میکنم تا پیام سوم بیاد. دوستان الان تکمیل شده، فقط میگه باید تا 7 صبح وایسیم. یه لحظه قلنجو بکنم بشکنم. میگه باید تا 7 صبح وایسیم بعد اوکی میشه. حالا ما وایمیسیم تا 7 صبح ببینیم چی میشه. خب 3 2 1 شروع شد. مراحل سختی نیست، فقط باید تمرکز کنیم و زیاد عجله یا بفس مادر جن عجله نداشته باشی، وگرنه اینجوری به کار میری. به زبان ساده سری 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 از این 3 نفریم. اینا خیلی علاقن، نمیتونی تیراندازی هم کنی. اگرم بتونی میشین فیلد میشی. و بنده اولم فعلا ببینی چی میشه.
بعد هیچ وقت هم ترمز نگیرید، امکان داره که بیفتید. اینم از این. اینا نکات ریزیه که داره. جزئیات خیلی مهمه. برو گم شو حیوان، درد من نیستی آخه، پاچه خار. وای سیکتیر بابا، یا ابوالفضل بابا، خیلی بی‌ناموسن اینا. مثلا اول میشم وایسام. ای وای نزدیکی ببازم، خیلی نزدیکی ببازم. خب بردم، خدا رو شکر. از ماشین اول استوب میکنم تا برم بالا. خب الان اومدیم بالا. مرحله بشه فکر کنم 3 تا مرحله است کلا، فکر کنم دیگه، میگم گوه نخور. برو درست. خب اینجا رو دوست دارم، اینجا رو زیاد رفتیم، به همه راحتی این رو میندازیم کنار، میریم جلو. الان یکی پشتمون احساس میکنم، یا واقعا یکی پشتمونه و خب یکم از من دورن. من در اینجا خیلی افتادم و خیلی هم باختم، امیدوارم که پایین نیفتم و نبازم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دقیقا همینجاست، به آرومی میپیچم. ای وای، اینجا هم بوده که افتاده باشم. وای دیگه کلن افتادم، انقدر گوه خوردم اینجوری شد. حالا اشکال نداره، کامبک میزنم. فرانسه برگشت. فرانسه برگشت، البته میشه گفت دزانا برگشت. جمله های جواد خیابانی در ویدیوهای دزانا چیکار میکنه؟ دوربین نفت یا خب فکر کنیم ماشینم بردم، یه دونه مونده احساس میکنم. باید بکنیم 2 تا باز چون ویدیو زیاد میشه. اینم از اینجا. خب
مونده. بله میرم بالا، بعد میایم بهتون نشون میدم. خب اومدیم بالا. من فکر کنم میشن آخرشونه و این میشن زیاد سخت نیست. کلا 3 نفریم و فقط باید حواسمون باشه که زیاد خیلی کاس ندیم، خربازی در نیاریم، یا وفر آروم آروم. فقط چرا پریدم؟ اینجوری هم میتونید بکنید اینجا. آروم آروم. هم از این یه دونه از اینا بریم، بعد یه دونه دیریفت خوشگل که $500 هم پاداش بهم به خاطر این حرکت ریدمانیمون. برو. وای نزدیک بود بیفتن ناموس. انقدر عرق کردم. برو دیگه ان. خب اینم از این میشن. الان میرم بالا چک میکنم، اگه میشه موندم بود اونم بهتون نشون میدم. فعلا هیچی نمیگیم، میریم بالا. خب دوستان به این همین حال یه دشوی هم رفتم. فکر کنم دیگه میشین آخرشه، چون بده به ساعت 7 و اینا نمیدونم چیه. فکر کنم تموم شده. من تا این پایین کوه برم یه دوچرخه دیگه اسپان بشه. شاید این سوار شدم باگ خورده. جون مادر تموم شده که به قرآن حوصله ندارم. چه عرقی هم کردم حاجی، خارم داره. دوچرخه آمد. چه رنگین کمونی اونجا ساشیم. آها این مرحله آخرشه. با امید خدا حق علیه باطل دیگه باید آخرش باشه که فکر کنم طولانی ترینشه تو این جایی که بنده فهمیدم. واقعا نفهمیدم. خب آقاش کنم فکر کنم مشین آخرشه. یه سرچی هم میکنیم بعدن توی گوگل. فعلا بعد این مشین خداحافظی میکنیم. آگه شد بعدا دوباره میبینم تون. یا بدفل. آها از این بالا اومدیم. بله باید سری جبران کنیم دیگه. سری میریم الان میگیرم. شما با اینا برای من چیز خاصی نیستن، گوه خاصی نیستن. ببینیم این از این ویسان فعلا که 4. خب اینم از اولی. الان بنده اولم. امیدوارم که تموم شده باشه، بعد رکب نخورده باشیم. شو من عادتم یه فوش مادر یا خار شو. من خودم که خار ندارم خب، ولی مجبورم. اصلا نمیدونم چه رفت داشت که من خار ندارم. فکر کنم توی 52 تموم شده. بله
امیدوارم که از ویدیو خوش اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. فعلا تا ویدیو دیگه، خداحافظ.